سلام دوستان، خوش اومد به این ویدیو. داخل این ویدیو قراره بهتون کد تقلب دو تا موتور آفرود و تریل رو بهتون آموزش بدم. اول میریم سراغ موتور آفرودمون. کد تقلبش هم اینه 1 3 تا 9 76 25 38. خب این اولین تنوع رنگش که مشکیه شما دارید میبینید، دومیش هم آبیه، سومیش هم الان بهتون نشون میدم اونم قرمزی. خب کنم بیشتر از این دیگه تنوع نداره، رنگاش هم سه تاست. تا ما بریم کد تقلب بعدی بگیم شما مشترک شدن پایین رو بزنید و ما لایک کنید. خب بریم سراغ موتور تریلمون. کد تقلبش الان میگم 1 3 تا 9 633 76 23. اینم کد تقلب موتور تریلمون. موتور تریلمون تنوع رنگش خیلی زیاده و خیلی طراح خوشگل‌تری نسبت به موتور آفرودمون داره. اینم دومی رنگش، اینم سومی. تو کامنت ها بگید از کدوم تنوع رنگی بیشتر خوشت اومد یا از کدوم طرحش بیشتر خوشت اومد. خب اینم از آخرین طرحش. اگه تا اینجا ویدیو با ما همراه بودید ما لایک کنید و مشترک شدن پایین رو بزنید. اگه سایر آموزش ها میخواید حتما داخل کامنت ها بهم بگید یا اصلا چه ویدیوهایی بیشتر بذارم. کامنت ها بگید، خیلی لطف می‌کنید. تا ویدیوهای بیشتر، خدا نگهدار.